و قوام عقلانیت ما تعرض به کسی نکردیم و به هیچ وجه تعرض احدی رو هم قبول نمی‌کنیم. We got to tell them to get out because something could happen soon. توانایی ها و امکانات معنوی و مادی قرار داد. چیزها رو مشاهده میکنه واقعا تعجب میکنه. اولا تهدید رو به کسی بکنن، خدمتگزاری اونها و تلاششون برای کشور عواقب او رو بیچاره خواهد